امروز قصد داریم که یک مچگیری از کلاهبرداری ستاره 780 در مراسم‌های قرعه کشیش بکنیم. اینکه ستاره 780 به عنوان غول تبلیغاتی صدا و سیما، اگر این اتفاقات در پشت پردهش هست، چرا صدا و سیما ورود نمیکنه؟ خب طبیعتا مشخصه دیگه، چون ستاره 780 مربع تبلیغات این آقا و امثال این آقا رو داره پولش رو میده و از جیب من و شما داره میگیره و به اینها میده و خوب بلده راه پول در آوردن و به اینجام تبلیغات برنامه ماه عسل و این خانوم و اینا، همه چی رو کلا اینجا کلکسیونش رو میبینید. اما میخوام به هر حال یک مچگیری جالب برای شما بکنیم که قطعا باید مدیران 780 پاسخگو باشن. این پیج رسمی ستاره 780 مربع. من یک بار دیگه رفرش میکنم که شما ببینید. خب طبیعتا اینجا هم فالوورای من ثانیه‌ای اضافه میشه. اومده ستاره 780 مربع چند وقتی هستش که اون کسایی که تو برنامه‌های مختلف برنده شدن رو یه ویدیو ازشون میگیره و میذاره. این آقا برنده هفته 20 2/11/96 آقا رضا منصوریان از ماهشهر هستش که گفته که من این توضیحاتش رو برمیدارم و اینجا کپی میکنم که به دردمون میخوره. ببینیم که چی میگه این آقا. رضا منصوریان هستم، 20 ساله، از شهرستان بندر ماهشهر، برنده هفته 200/780. برنده هفته 200/780 که 2 روز پیش. حالا تاریخش هم زد 14 جولای. حالا میخوام ببینیم امروز چندمه دیگه. من همیشه وقتی میخوام رفرنس بزنم میرم تو سایت ورزشی یه بار رفرش میکنم. امروز سه‌شنبه 26 تیر ماه ساعت 4:17 صبح. تا جایی که ما میدونیم تیر ماه میشه وسط تابستون. بعد چجور این آقا کاپشن تنشه و خیلی شیک و مجلسی اومده نشسته. 2 روز پیش ویدیوشو گذاشتن که این آقا گفته من برنده هفته 200م. دقایقی پیش ستاره 780 مربع که در اینستاگرام فعالیت هم دارن یک لایو گذاشت و این خانوم میاد توضیحات میده. ببینیم که توضیحاتش چیه که چرا این آقا کاپشن پوشیده. ممکنه یه نکته رو بگم، ممکنه که همین الان که سفر رو چک میکنید برنده های چند هفته پیش تازه معرفی شده باشن. این به خاطر چند ماه پیش. این به خاطر اینه که دوستان تا بیان تا مراحلش سیر بشه ما تماس بگیریم تشریف بیارید از استانهای مختلف تا یه فرصتی پیدا کنن تشریف بیارن مدارکشون جفت و جور بشه. حالا ما تا جایی که میدونیم با وضعیت اقتصادی توی ایران طرف اگه برنده بشه همون ساعت با کله میاد. بعدش هم اگه شما میخواد استخدام نیروگاه هسته‌ای بکنید، استخدام وزارت اطلاعات بکنید که طرف 2/11 برنده شده، بعد الان وسط تیر ماهیم 26 تیر ماهیم، بعد 6 ماه بعدش طرفو بیارید. این یکم فکر میکنم کلا شهری گذاشتنه. خب ببینیم شاید هم منطقی باشه، حالا ما قضاوت نمیکنیم. ببینیم بعدش چی میگه و ما بتونیم در خدمتشون باشیم. یه مقدار طول میکشه. به خاطر همینه که مثلا تو صفحه 780 امروز برنده چند ماه پیش و چندین هفته پیش رو معرفی میکنیم. خب برنده چند هفته پیش و چند ماه پیش. خب اینو دیدیم. بریم این خانومه رو هم ببینیم که 13 ساعت پیش گذاشتند. چی میگه این خانوم؟ زهرا خوشگفتار از قم. چون بیشتری مثلا کارامو یا شارژ اینا میگرفتیم نوام انجام میداد، مثلا من به اون صورت وارد نبودم که چجور هست چجور نیست. بازم هنوز من باورم نمیشد با اینه که اومدیم گرفتیم بازم باورم نمیشد. خب میگه باورم نمیشه. خب این خانوم هم برنده هفته 203. من متن این رو هم کپی میکنم. خب اینجا رو هم من سعی میکنم که یه اتفاق خوبی براش رقم بزنم. یه نکته جالب میخوام بهتون بگم. right to left. به ادامه بدیم ببینیم چی میگه دیگه این خانم جوابی بده. این اتفاق میفته. آها الان اتفاقا توی یکی از کامنت ها گفته بودن بهش بگید فقط این دفعه کاپشن نپوشه. من جالب اومد به نظرم، ولی گفتم خب شاید مثلا با منظور خاصی این کامنتو گذاشته باشه.
این که میبینید اون بنده خدایی که مصاحبهش امروز آپلود میشه کاپشن پوشیده، واسه اینه که چند ماه پیش مثلا اومده 7-8 تا باهاش مصاحبه کردیم زمانی که هوا سرد بوده و تا مصاحبهش آماده بشه و ما بتونیم یه مصاحبه شسته رفته و ترتمیز خدمت شما داشته باشیم یه مقدار طول کشیده. خب میگه تا مصاحبهش آماده بشه یک مصاحبه شسته رفته، یعنی دیگه دروغ از این تابلوتر ندارم بگم. مگه میخواد تدوین هالیوودی بزنید؟ نشسته جلو دوربین 1 دقیقه هم ازش فیلم گذاشتید. فیلم سینمایی میخواد اگه از طرف درست بکنه یک مصاحبه شسته رفته؟ الان چه تدوینی مثلا این داره؟ الان میخوام من تو 10 دقیقه برای شما اینو درست بکنم. یه تایتل زدید دو طرف هم نشستید جلوی دوربین دیگه. دکوراتون هم همه یکی هست از 10 ماه پیش. همه یکیه. مثلا زحمت کشیدید. خب یعنی خاطر همین اون بنده خدا وسط تابستون کاپشن تن. خب وسط تابستون کاپشن پوشیده. حالا بریم یه مچگیری دیگه از شما بکنم این که قانع نشدیم. 21/10/96 هفته 203. این خانم هفتهش هم نیفتاد. من دوباره کپی میکنم. کلی زحمت کشیدیم کپی کردیم. اینها دوباره میارمش اینور. خب هفته 203 هفته 200 21/10/96 میشه دیما. یک هفته بعدش که میشه 2/11 بعد برنده هفته 204 رو شما اعلام بکنید. درسته؟ نه هفته 200. الان این سوال وجود داره بعد یه هفته بعد برنده هفته 200 رو اعلام کردید. بعد خودتون هم گفتید دیگه این هفته اپلیکیشن 2 برابر شانس، یعنی قرعه کشی شما هم هفتگیه. خب چجور شما 21/10 برنده هفته 203 رو گفتید، 2/11 برنده هفته 200 رو گفتید؟ اینو اگه مدیران 7-80 بیان برای ما جا بندازن ممنون میشیم. حالا اون کاپشنه رو که میگید تدوین هالیوودی زدیم و اینا میخواستیم اینطوری خوشگلش بکنیم و جمع کردید، حالا قبول. این که تاریخا نمیخونه الان سواله و تو پیج خودتون هم هست رسمی خودتون. حالا این یکی از گنداتون ها، اصلا بریم اینو نگاه بکنیم مثلا صفحه 184 این تاریخش رو جمع بزنیم به تعداد هفته‌های مختلف بعد اینو بذارید. بعد چرا زیگزاکی میذارید؟ این الان حقیقت یکم چیز هستش برای ما سواله که شما توی تاریخ 2/11 هفته 200 برنده شده، تو تاریخ 21/10 هفته 203 مثلا اینجا مثلا اینجوری مثلا زیگزاکی برنده دارید دیگه. بعد این آقایی که 7-80 که قول تبلیغات برنامه خندوانه رو میاد تبلیغات میکنه، برنامه عادل فردوسی پور رو میاد. بعد دیدید که پیش بینی هم دارن دیگه. یه بارم اومدم من راجع به این چکشون هم صحبت کردم اگه یادتون باشه دیگه. در خدمت آقای دکتر. خب حالا اینا هم توضیح میدیم. الان من اینجا برم توی کانال خودمون 7-80 رو من سرچ بکنم، خیلی جالبه. زیاد سوتی ما از 7-80 گرفتیم. عموما هم نمیان جواب بدن که دور همن. این چک‌ها رو اگه شما دقت بکنید الان این رو هم نشون میدیم. حالا یه بار قبلا گفته بودیم این ویدیو رو نگاه کنید، اینم جالب. میرسیم ریاست محترم سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور و همینطور این آقا برنامه‌های مؤصل رو میاد تهیه میکنه و این آقایی که چک دستشه به عنوان نفر اول برنامه 7-80 همیشه میاد صحبت میکنه و دارن میگن که تو برنامه مؤصل تبلیغات شد، پول جمع شد و این آقا میخواد پول رو تقدیم کنه. آقای حمید قاسمی مدیر عامل مجموعه 7-80. بله آقای قاسمی. چک دوم هستی آقای قاسمی. آقای دکتر اومدیم تقدیم شما بکنیم ان شاءالله که کار زودتر انجام شه و زندانیای بیشتری رو تا روزهای آینده ان شاءالله آزاد کنیم. مبلغ جمع آوری شده پارت دوم که الان تقدیم آقای دکتر میکنید 39 میلیارد و 863 میلیون و 686 هزار و 782 ریال، نزدیک 4 میلیارد. نگاه بکنید اینجا که چک رو نشون میده دستشو میذاره روی بانک. قبلا هم توی کانال خودمون اشاره کرده بودیم دیگه. ببینید ما اومدیم نگاه کردیم، چک شبیه هر بانکی میتونه باشه الا بانک اقتصاد نوین. نگاه کنید بانک اقتصاد نوین لوگوش این شکلیه، اما در این ویدیو اگه نگاه کنید اینجا نگاه کنید حالت درصد داره دیگه. بریم اون چکی که نشون داده نگاه کنید بیا حالت بانک شبیه بانک ملت داره، درصد وجود نداره. و نکته بعدی هم این هستش، بریم اگر ما بریم تو سایت 780.ir خب
چرا ما اینجا گفتیم بانک اقتصاد نوین؟ دلیل داشت. بذار ببینیم سایت 780 باز میشه. بله طبیعتا تو سایت 780 بعد یه قسمتی داشته باشه. حالا ما میگردیم ببینیم که درباره ماش چی گفته. یک بار قبلا توضیح دادم، حالا با توجه به اینکه داریم توضیح میدیم یه بار دیگه میگم. نوشته که سامانه کد دستوری 3780 مربع تحت پوشش هلدینگ تهران اینترنت که بارها راجعش مستند توضیح دادیم و ساختیم، با همکاری شرکت آریا پرداخت نوین تحت نظر بانک اقتصاد نوین. میدونید که اگه این سامانه ها زیر نظر بانک نباشن طبیعتا مجوز بهشون نمیدن. حالا سوالی که ما اون موقع هم پرسیدیم و از زیرش در رفتن، شما چرا در برنامه میاد بانک ملت، این شبیه بانک ملت هم هست، چکی که هست، بانک اقتصاد نوینی که زیر نظرشید رو نمیدید، میرید مال یه بانک دیگر رو میدید؟ یالا یه سوتی دم دستیتون بودا. نگاه کنید میباشد 4 میلیارد هم چک کشیدن توی وضعیت اقتصادی بانک‌ها که 1 ریال هم براشون 1 ریاله، میرن چک از یه بانک دیگه میگیرن. بعد نمیدونم از این کار، بعد این یاسی اشکی هم که گندش بعدش بالا اومد و معسل و حالا جالبه دیگه، تبلیغات پیش بینی هم برمی‌دارن میذارن و پیش بینی کنید جایزه بگیرید، کازینوی آنلاین و انواع اقسام این صحبت‌ها و کلا هم دور همن دیگه. اینجا هم میان توی این سریاله تبلیغ میکنن و نمیدونم کلاه قرمزی و هر جایی که دم دستشون رسید تبلیغ کردن. نوشید جونشون. اما وقتی تبلیغ میکنید بیاد پاسخگوی رسانه ها هم باشید. مرسی. حتما کانال پشت پرده رو لایک کنید و این ویدیو ما رو، کانال پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید در یوتیوب. ویدیو رو هم به اشتراک بذارید، شاید مدیران 780 قاسمی و دور اطرافش بیان پاسخگو باشن. مرسی.